سخن را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماییم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. سپس الحمدلله رب العالمین. حمد و ثنا مخصوص پروردگار جهانیان است. او را سپاس و ستایش میگوییم و سپاس و ستایش میکنیم. از او کمک میخواهیم و آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم. به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کردن نمیتواند و هر کسی راه گمراهی را انتخاب و اختیار نماید، کسی او را هدایت هم کردن نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبود بجز الله نیست، تنهاست، یگانه از شریک ندارد. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست، صلی الله علیه و آله و سلم. پروردگار، ما هیچ دانش نداریم مگر اینکه تو بر ما آموخته ای. پروردگار، بر ما علم سودمند نصیب بگردان، بر ما علم سودمند را بیامرز و گناهان ما را مغفرت نما. اما بعد، در این مقدمه دومی که از اصول ثلاثه ما الکی مقدمه اول را با همراهی شما تمام کردیم، دونستن 4 مسئله بود. اول علم، شناختن پروردگار، شناختن پیامبر، شناختن دین اسلام با دلیل ها، دوم عمل کردن بر آن علم، سوم دعوت به سوی آن علم، چهارم صبر. این قسمت اول رو برای شما پر بیان کردیم. امروز باشد مؤلف رحمه الله تعالی سخنش را شروع نماید با این کلمات. میفرماید که اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم و مسلمه تعلم ثلاث هذه مسائل والعمل بهن. اعلم بدون، یعنی الله تو را شامل رحمتش قرار بدهد اینکه به هر یک مسلمان مرد و زن واجب است، به هر یک مسلمان مرد و زن واجب است دانستن این سه مسئله بزرگ و آموختن این سه مسئله بزرگ و عمل کردن بر این سه مسئله. الاولى يكم ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا. اولا الله ما را آفرید و رزق داد و ما را به هدف و بیهوده نآفرید و ما را پرتافته شده نگذاشت. بل ارسل الینا رسولا، بلکه برای هدایت ما به سوی ما رسولان فرستانید. فمن اطاعه دخل الجنه و من عصاه دخل النار. پس هر کی او را اطاعت کند وارد بهشت میگردد، بهشت جاودانه، و هر کی او را نافرمانی کند یعنی رسول صلی الله علیه و سلم را وارد آتش میگردد. این مسئله اول است. و دلیل این مسئله اول قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید در سوره مزمل: انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذ وبیلا. یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد یعنی گواه است، همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم و آنگاه بود که فرعون از آن پیامبر یعنی از موسی نافرمانی کرد و بر او مخالفتی کرده و ما او را سخت مجازات کردیم. سوره مزمل. این اصل اول است. اما اصل دوم، قاعده دوم، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله راضی نمیشود، هرگز راضی نمیشود که در عبادت او کسی و چیزی را شریک قرار بدهی، نه فرشتگان مقرب درگاهش، نه پیامبران فرستاده شده اش. و دلیل این قول الله سبحانه و تعالی که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، و اینکه مساجد از آن الله تعالی هستند، پس کسی را با الله تعالی به پرستش اختیار نکنید. سوره جن آیه 18. این قاعده دوم است. اما قاعده سوم، ان من اطاع الرسول و وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله و رسوله. هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت کند و الله را یگانه بشمارد، برایش جایز نیست که دوست بگیرد، دوستی بکند با کسانی که با الله و رسول دشمنی می‌نمایند. ولو کان اقرب قریب، اگر نزدیکترین شخصان با تو هم باشد، از پدر، پسر، برادر، خویشاوندان. و دلیل این سخن قول الله سبحانه و تعالی است در سوره مجادله می‌فرماید: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر و دون من حاد الله و رسوله. ای پیامبر، هیچ قومی رو نمیابی که به الله متعال و روز آخرت ایمان داشته باشند، یوادون من حاد الله و رسوله، با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت میکنند دوستی کنند، این گونه مسلمان نیست. و میفرماید الله سبحانه و تعالی: ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. گرچه پدرانشان
مادرشون، فرزندانشون یا برادرانشون یا خویشاوندانشون باشند. اگر دشمن الله باشند با آنها دوستی نمیکنی. آنها کسانی هستند که کسانی که دشمنان الله را دوست خود قرار ندادند. الله تعالی آنها را ایمان را در صحیفه دلهایشان نوشته است و مستحکم کرده است و با راه از جانب خود آنها را تقویت و تأیید نموده است و آنها را در باغ‌های یعنی بهشت وارد میکند و که از زیر آن بهشت درختان در زیر آن درختان جویها جاری است، جویبارها جاری است، جاودانه در آنجا باقی میمانند. الله تعالی از آنها خوشنود است و آنها نیز از الله سبحانه و تعالی خوشنود هستند. آنها حزب الله هستند. آگاه باشید بدون تردید که حزب الله سبحانه و تعالی رستگارانند. این است سه قاعده که ما باید امروز با همراهی شما این رو بررسی کنیم. و قول مؤلف رحمه الله تعالی اعلم رحمك الله تعالی بدون، یعنی مؤلف او را شایسته رحمت قرار بده، میگه که اعلم رحمك الله یعنی بدون، آگاه باش که الله تو را رحمت کند. کلمه اعلم که در درس گذشته ما بیان کرده بودیم امری مستقیم است به طلب و به دست آوردن علم، یعنی اولین چیزی که لازم است آگاهی و علم است. این یک کلمه تنبیهی است که کلمه آگاهی است. بدون اعلم که عادتاً پیش از ذکر امور مهم آورده می شود تا شنونده طالب علم هوشیار بگردد. یعنی معنیش این است که ای مردم به هوش بیایید، ای مردم به خود بیایید، چیز مهمی و حیاتی پس از این برای شما گفته می شود. و با زبان آسان اگر ما را بگویم به هوش بیا، به خود بیا، متوجه شو و اطمینان حاصل کن به آنچه که بر تو گفته می شود. و سپس مؤلف چه گفت؟ رحمک الله. این دعای است الله تو را شایسته رحمت قرار بدهد، تو را الله رحم کند. این دعای است از جانب مؤلف بر خواننده، بر گوش کننده. او بر ما و شما میگوید الله تو را رحمت کند. یعنی مؤلف تنها تعلیم نمیدهد بلکه محبت و لطفش را نیز بر ما و شمایان بیان میسازد. با دعا که گفت رحمک الله، الله تو را رحم کند، گوش بده. در این اعلم رحمک الله هم فرمان آموختن علم است و هم دعای رحمت برای ما و شمایان است که امروز آمدیم گوش میدهیم تا علم و عمل با رحمت الله سبحانه و تعالی پیوست بگردد، ما و شما از نیکوترین مردم قرار بگیریم. پس گفت چیز؟ اعلم رحمک الله، بدون الله تو را شایسته رحمتش قرار بدهد، انه یجب، اینکه واجب است، اینکه واجب است، یعنی شرعا واجب به حکم حتمی و قطعی رو میگویند. فرق بین واجب و فرض هیچ فرقی ندارد. جمهور علما بر اینند. این واجب بودن نه واجب کفایی است، فرض کفایی میگوییم، بلکه واجب عینی است، فرض عین است و مثل نماز و روزه. یعنی برای هر شخص مسلمان، چی مرد باشد، چی زن باشد، چی جوان باشد، چی پیر باشد، حتمی است. نه تنها برای یک گروه خاص از مردم یا که طالب علم یا که علما، بلکه برای هر کسی، نوبسته از سین سالش، نوبسته از جنسش، واجب است. علی کل، بر تمام. کل از لفظای عموم است در زبان عرب، یعنی بدون استثناء، بدون استثناء تمام مسلمانان را شامل میگردد، در بر میگیرد. در دام چه گفت؟ مسلم و مسلم تاکید کرد بر هر مسلمان مرد و مسلمان زن. در اینجا ذکر شده است که مرد و زن خلاف در سزاوار هستند. برای چی؟ زیرا شاید بعضی ها گمان میکنند که زنان در اینجا سهمی ندارن یا که قابلیت کافی ندارن، یا که علم ندارن، یا که علم نمی‌آموزن، برای آنها لازم نیست. نه، بلکه زن هم در این برابر است با مردها، در این همه برابر است. مؤلف در اینجا تاکید میکند برای هر دو این برابری آموزش علم واجب است. مسلم آن کسی است که کلمه شهادتین به زبان رانده است، لا اله الا الله و محمد رسول الله، با اقرار تام، با قلب، با زبان، با جوارح مضمون و طلبات این کلمه شهادتین را به جا می‌آورد و چیزهایی که اسلامش را باطل می‌سازد از آن نواقض میگن، از آن دوری می‌جوید و نماز می‌گذارد. این را مسلمان میگویند. پس چی فرمود؟ تعلم ثلاث هذه مسائل، یعنی آموزش، آموختن و تعلیم گرفتن این سه مسئله. پس این سه مسئله چی بود است که اینقدر تاکید می‌نماید مؤلف؟ مسائل جمع مسئله است. مسئله از ریشه سوال گرفته، سه سوالی که بعداً می آید. به این سه سوال ما باید جواب قانع کننده داشته باشیم در خود. یکی چیزی که آدمان از این چیزا میپرسند، باید اینا رو ما خوب بدونیم. اما در اینجا معنای این تنها سوال نیست، بلکه اساس و قاعده های سه اساس و سه قاعده است که این رو انسان باید بداند. مسئله اینه که قاعده های اساسی که زندگی مسلمان بر آن پایه میگیرد، اساس می‌یابد. خوشحالی و خوشبختی انسان بر این رواج می‌یابد که در دست گذشته گفتیم یکم علم، شناخت پیامبر، شناخت الله، شناخت رسول الله با دلیل‌ها، عمل کردن با آن، دعوت به سوی آن و صبر کردن با آن. یعنی مؤلف در اینجا شاخه نور رو برای ما با نور آغاز کرد، با شاخه‌های نور آغاز کرد تا شخصی خواننده که گوش کننده احساس کند که من فرا خوانده شده ایستادم به سوی رحمت الهی، با دعای نیک من باید با سوی این چیزی که برای ما واجب است باید با سوی این باز بگردم و این رو تعلیم بگیرم و بیاموزم. اعلم رحمک الله، بدون الله تو را شایسته رحمتش قرار بدهد. کلمه اعلم بیاموز، بفهم
به دست بیاور این علمی که برای تو مهم است. علما میگویند که این کلمه وقتی میآید که سخن درباره چیزی بسیار مهم است. گویا که میگه تو هوشیار باش، باهوش باش، خود را تیار کن، با دقت باش، با اطمینان بشنو چیزی را که برات مهم است، این را تو باید بدانی. سپس گفت رحمک الله، الله تو را رحم کند، هم تعلیم میدهد، هم مهربانی میکند، هم دعا میکند که تو این سه مسئله را بیاموزی و بفهمی و درک نمایی، نه واسه از این که تو خواهر باشی، برادر باشی، خرد باشی، بزرگ باشی. بارک الله فیکم. پس مقصد این سه مسئله قاعده اساسی یا سه رکن بنیادی که اساس دین مسلمان بر آن استوار میشود است، خیلی مهم است. پس مدام که مفهمیم که این سه مسئله سه رکن بنیادی اساس دین مسلمان است و دین مسلمان بر این استوار است، بدون این دین مسلمان شد نمیتواند. باید ما این رو خوب اندیشه نماییم و خوب بفهمیم. قاعده اول چی بود؟ اصل اول چی بود؟ یگانه شمردن الله سبحانه و تعالی در صفت آفرینش، یعنی الله ما را آفرید، رزق داد و ما را به هدف و به فایده نه آفرید، بلکه از برای هدایت ما رسولان فرستاند. پس هر کسی رسولان اطاعت نماید داخل بهش میشود، اگر هر کسی اطاعت نکرد داخل دوزخ میشود. این قاعده اول که روز ما با شرح اینها میپردازیم. دوم، الله هرگز و هرگز روز نمیشود از آن کسی که بر او چیزی را شریک قرار بدهد، خواه فرشته باشد، خواه پیامبر باشد. پس خصوصیت ربوبیت و الوهیت از برای الله است، نه از برای کسی دیگری. شریکی نیست، او را قطعا رد کرده میشود. و سوم، براءت بیزاریتون از شرک و اهل شرک، یعنی نه تنها باید از شرک خودداری نماید، بلکه از همان عمل خودداری کند و کسانی که در این گرفتار هستند، این کار عمل شرک انجام میدن، از آنها براءت بیزاری وجود. برای همین که در اینجا مؤلف گفت این سه قاعده، سه اساس بزرگی هستند. پس مسئله اول، ان الله خلقنا، الله ما را آفرید و رزقنا و بر ما رزق داد، ولم یترکنا حملا، و ما را بیهوده و بیفایده به هدف نآفرید، بل ارسل الینا رسولا، بلکه برای هدایت ما پیامبران فرستانید. فمن اطاع دخل جنه، هر کس که اگر اطاعت کرد داخل بهشت میشود، و من عصى دخل النار، هر کس که نافرمانی کرد داخل دوزخ میشود. و دلیل این رو ذکر نمود قول الله سبحانه و تعالی در سوره مزمل آیه 15 و 16: ان ارسلنا الیکم رسولا، آگاه باشید ما واسه شما رسول فرستادیم، شاهدا علیکم، گواه است بر شما، کما ارسلنا، چگونه با فرعون ما فرستادیم، فعصى فرعون نافرمانی کرد، نافرمانی پیامبر را کرد، فاخذناه اخذ وبیلا، پس ما را شدید گرفتیم. این اولین از این مسئله ها. الله ما را آفریده است، ما را رزق داده است و ما را به هدف نگذاشته است. به هدف نیستیم مثل حیوان ها و چرپایان، بلکه به نزد ما از برای ما رسولان فرستانید و هر کس که اطاعت کند وارد بهشت میشود، هر کس نافرمانی این رسول کرد وارد آتش میشود. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس را نآفردم جز برای آنکه مرا اطاعت فرمانبرداری نمایند. سوره زارعات آیه 56. و فرمود الله خالق کل شیء. در این آیه کریمه الله میفرماید در سوره زمر آیه 62: الله خالق کل شیء، الله آفرنده هر چیز است. هر چیزی که در نظر ما میرسد این از آفرینش الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی نزاده است، نزاده شده است و قرآن کلام الله است. پس معنای الله ما را آفرید این است که او ما را بعد از نیستی به وجود آورد، نبودیم، ما را پیدا کرد. این صفت از صفاتهای الله سبحانه و تعالی است. خلق، آفرینش تنها خاصی الله قرار میگیرد. کسی دیگر شایسته این نیست و کسی دیگر توان این را ندارد. هیچ کسی از مخلوقات او را شریکی نیست و همه صفات الله سبحانه و تعالی کاملند. خلقنا، ما را آفرید. برای چی؟ برای عبادت خود. و رزق داد ما را، نعمت ها بر ما عطا کرد تا با این نعمت ها الله سبحانه و تعالی را عبادت نماییم و اطاعت فرمانبرداری او نماییم. این نعمت های الله را بخوریم، بیاشامیم. روزی هم داد تا قوت بگیریم تا او را عبادت نماییم. الله میفرماید: و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، گفت هیچ چرنده در زمین نیست مگر آنکه رزق روزی او از جانب الله سبحانه و تعالی. سوره هود آیه 6. پس رزق دادن محدود است در نزد الله سبحانه و تعالی. از این رو تنها او سبحانه و تعالی رزق دهنده است، نه دیگر کسی. الله میفرماید: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، البته الله رزق دهنده حقیقی است و صاحب قوت استوار است. سوره زارعات آیه 58. پس این حصر شده است، مخصوص تنها برای الله است، نه برای دیگری. و در داون چه فرمود مؤلف: و ما را به هدف بیهوده نآفرید ولم یترکنا حملا، یعنی ما را به مقصد، به هدف، به امر، به نهی نآفریده است. الله میفرماید: افحسبتم انما خلقناكم عبثا، آیا گمان کردید که شما را به هدف آفریده ایم؟ سوره مومنون آیه 115. عبثا
یعنی بی امر بی نهی، بدون امر کردن بدون نهی کردن، مثل چرواهی مثل حیوانات آفریده شده را، بلکه برای هدف بزرگی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن انس را نآفریدم مگر برای عبادت خود که من را عبادت نمایند. سوره ذریات آیه 56. یعنی تنها او را عبادت نماییم. بل ارسل الینا رسولا، برای آنکه ما تنها الله را عبادت نماییم و از هر گونه کفر و شرک و بدعت ها دوری بجوییم. بل ارسل الینا رسولا، برای ما باز رسولان فرستانید، یعنی آن رسولان برای هدایت و دین حق بر ما روانه کرد. آن رسول محمد صلی الله علیه و سلم است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و هیچ رسول نفرستاندیم جز آنکه با اجازه الله اطاعت کرده شوند. سوره نساء 64. در این آیه کریمه الله تاکید میکند که هیچ کس حق سرکشی از پیامبران را ندارد. اطاعت از آنها برای ما واجب و فرض عین است. اطاعت از پیامبران مثل اطاعت از الله سبحانه و تعالی است. و الله میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، در حقیقت از برای هر امت رسول فرستادیم که به آنها به مردم بگویند ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اینکه الله را عبادت نمایید و از هر گونه نوع طاغوت دوری بجویید. سوره نحل آیه 36. پس این آیه کریمه نشان میدهد که همه پیامبران یک دعوت داشتند، توحید، یعنی عبادت پاک الله و کناره‌جویی از شرک و کفر. پس چی فرمود؟ فمن اطاعه دخل الجنه. مؤلف میگه اگر هر کس که این پیامبر را اطاعت کرد وارد بهش میشود، و من عصاه دخل النار، هر کس نافرمانی کرد داخل دوزخ میگردد. انا همین نقطه برای انسان بسنده است که اهل بهشت است یا که اهل دوزخ. اطاعت فرمانبرداری رسول صلی الله علیه و سلم. و این جمله قول مؤلف اشاره بر حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نماید که روایت بخاری و مسلم است. چی میفرماید؟ کل امه یدخلون الجنه الا من ابى، تمام امت من وارد بهشت میشوند مگر کسی که نافرمانی کرد، کسی که الا من ابى سرکشی کند. سرکشی نافرمانی داخل شدن بهشت را نماید. قالوا یا رسول الله و من یعبى، گفتن ای رسول الله کیست که نافرمانی میکند، کیست که داخل شدن بهشت را نمیخواهد؟ چی فرمودن؟ من اطاعنی داخل الجنه و من عصانی داخل النار، هر کسی که من را اطاعت فرمانبرداری کرد و داخل بهشت میشود، هر کسی من را نافرمانی کرد و داخل دوزخ میگردد. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که راه به بهشت تنها اطاعت از آن چیزی که الله با واسطه رسولان فرستاده است. هر کسی که نافرمانی میکند خود راه جهنم را انتخاب کرده است و از راه جنت روی گردانده است. الله میفرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کی رسول الله را اطاعت فرمانبرداری کند به درستی که الله را اطاعت فرمانبرداری کرده است. سوره نساء 82. در این آیه کریمه الله روشن بیان میکند که فرمان رسول الله از جانب الله است. اطاعت از رسول الله نه چیز جدا از اطاعت الله است، بلکه هر دو یک اطاعت هستند، بلکه همون اطاعت رسول الله همون اطاعت الله است. پس هر کس امر پیامبر را رد کند در اصل امر الله را رد کرده است. و الله میفرماید و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. هر کی نافرمانی الله و رسول الله را کند، نیوکن نافرمانی الله را با نافرمانی رسول الله یک جا کرده و حدود الله را تجاوز نماید، میگذارد او را در آتش داخل میکند که جاودانه در آن میماند و برای او یک عذابی خار کننده خواهد بود. سوره نساء 14. پس نافرمانی به الله نافرمانی به رسول الله است. معنیش رد کردن، سرپیچی کردن از فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا که از آن چیزی که من کرده از آن رو اجرا کردن. پس حدود الله آن چیزهایی هستند که او سبحانه و تعالی با واسطه پیامبر بر ما بیان کرد، من کرده است. حلال را حلال گفته است، حرام را حرام گفته است، واجب را واجب، ممنوعات را ممنوعات. الله فرمود در این آیه یدخله نارا، اگر هر کس نافرمانی کرد او را داخل جهنم قرار میدهد. این تهدید سخت است که کسانی که از اطاعت و فرمانبرداری رسول الله دستکشی میکنند عاقبتش جهنم است، عاقبتش جهنم است. خالدین فیها با گفت که اگر کسی که نافرمانی سرکش کرد یعنی جاودانه در آتش قرار میگیرد. هر کسی که به شرک و کفر بمیرد جاوید از دیگر در جهنم. اما بجز این گناهان دیگری باشد، بجز شرک و کفر در زیر اراده الله قرار میگیرد. و لهم عذاب مهین، برای آنها یک عذاب خار کننده است، رسوا کننده است. و همچنین دیگر دلیل از قول الله سبحانه و تعالی است. ما
در اینجا قرار گرفتیم در قاعده اول، در اصل اول و دلیل قول الله سبحانه و تعالی که الله فرمود ما به نزد شما رسول فرستادیم که بر شما گواه باشد، همون گونه که به نزد فرعون رسول فرستادیم. پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد و ما او را با عذاب سخت گرفتار نمودیم. این خطاب به سوی مشرکان عرب است، یعنی قریشی ها. رسولا شاهدا علیکم، این پیامبر صلی الله علیه و سلم که در روز قیامت گواه خواهد بود که رسالت را رسانید و مردم را به پیامش آگاه کرد. و در اینجا قیاس به موسی علیه السلام که به سوی فرعون فرستاده شد و سرنوشت فرعون رو که همگی میدونیم، مثال آورد الله در سرنوشت فرعون رو تا مردم از این خواب بیدار شوند و اطاعت و فرمانبرداری رسول الله را نمایند و اگر رسول را نافرمانی کنند آنها نیز مثل فرعون در عذاب شدید گرفتار میشود. فاخذناه اخذ وبیل، عذاب سخت بر بالای او آمد، با عذاب سخت ما او را گرفتیم. بارک الله فیکم. فرعون را با تمام سربازانش گرفت، آنها را در آب در بحر غرق کرد و عذاب آتش جهنم برای آنها نیز در روز قیامت است و عذاب آتش جهنم در روز قیامت نیز برای آنها است. این آیت بیان میکند که سرکشی از پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها برای رد کردن شخصی اوست، بلکه رد کردن الله سبحانه و تعالی و قانونهای او سبحانه و تعالی میباشد. آیت تاکید میکند که اطاعت از رسول الله سبب نجات و بهشت است و در هر حال نافرمانی او صلی الله علیه و سبب هلاکت دنیا و ابدی آخرت انسان میگردد و فرعون برای ما میسازد. پس این اصل اول بیان میکند که الله خالق است، آفریدگار است، ریز دهنده است، آفریننده است و ما را بیهوده نآفریده است، بلکه برای عبادت، برای هدف بزرگ و برای که ما این عبادت رو به نیکوترین حال انجام بدهیم پیامبران فرستانید که سبب نجات ما راه درست و بهشت رو برای ما نشان بدهند و از گمراهی ها ما را باز بدارند. و هر کسی که آنها را اطاعت کرد، فرمانبرداری کرد، بعد بهشت داخل میشود. هر کسی نافرمانی کرد، بعد دوزخ داخل میشود. این است مسئله اول، قاعده اول. اما قاعده دوم، ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قاعده دوم، مسئله دوم، الله هرگز راضی نمیشود که کسی بر او در عبادت و پرستش شریک قرار گیرد یا که شریک قرار داده شود، نه بس از اینکه آن شخص هست یا که فرشته هست یا که بنده مقرب درگاه الله هست، هر کسی باشد. کلمه ان الله ان برای تاکید است، یعنی الله سبحانه و تعالی آن آفریدگار، آن روزی دهنده، آن معبود بر حق اطاعت کرده می شود. ان الله لا یرضی، اینکه الله هرگز و هرگز راضی نمی شود و منظور از این آن است که الله هیچگاه راضی نمی شود که بر او کسی را شریک قرار بدهی تو ای بنده. و شریک یا که شرک در لغت عرب به معنای حصه و بخش می باشد و در شریعت باشد با الله سبحانه و تعالی همتا قرار دادن در الوهیتش، در عبادتش یا در ربوبیتش، در آفرینشش، در تدبیرش، در زنده گرداندن، در میراندن یا در اسما و صفات، نامها و صفتهایش. در هیچ یکی از این ما حقی اجازه شریک قرار دادن الله را با کسی نداریم. پس این سه نوع توحید ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات، گفتن چیز معه احدن، یعنی شریک گردانیده نشود با او هیچ کسی را، خواه فرشته مقرب درگاه الله باشد، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، چی پیامبری اولوالعزم باشد، محمد، ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، هر کسی باشد، او را با الله شریک قرار نمیدهیم. فی عبادتی، در عبادتش. و عبادت در لغت عرب به معنای خضوع و فروتنی است، اطاعت کردن است. اما در شریعت باشد چون که شیخ الاسلام فرمودن اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، یک نام است که تمام کارهایی که الله آنها را دوست می‌دارد و پسندش است در بر میگیرد، خواه سخنان باشد، خواه عمل باشد، خواه ظاهر و خواه پنهان باشد. لا ملک مقرب در اینجا یعنی هیچ فرشته مقرب درگاه الله، ولا نبی مرسل و نه هیچ پیامبری که فرستاده شده است. الله می‌فرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، اینکه مسجدها مخصوص الله هستند، پس با الله کسی را شریک قرار ندهید، با الله کسی را همراه نکنید، عبادت نکنید. سوره جن آیه 18. پس تمام مساجد از آن الله هستند، پس هیچ کس را
با الله نخوانید، که هیچ کس رو با الله عبادت نکنید، هیچ کس رو با الله شریک قرار ندهید، دعا و کمک یاری طلب مدد نکنید. مساجد در این آیه کریمه گفته است مسجدها، جمع مسجدها است و در تفسیر گفته می شود که مقصد جایهای عبادتند. هر جایی که از برای عبادت الله سبحانه و تعالی است باید تنها برای الله خالصانه از برای الله داده شود. و علما گفتند که مساجد، جمع مسجد، عضوهای سجده کننده، پیشانی، دستها، زانوها و طرف قدمها از برای الله سبحانه و تعالی باید اینا همیشه فرو خوانده شوند. رکوع و سجده از برای الله کرده شود. و در حدیث آمده است که و ان هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك. پیامبر گفتند که این مسجد برای چیزهای دیگر نیست، برای هیچ چیز صلاحیت ندارد. انما بني لذکر الله تعالی و للصلاه. بدرسته که این مسجدها از برای ذکر الله متعال و از برای نماز برپا شده‌اند. الله فرمود که وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بدرسته که مسجد از برای الله، از برای عبادت الله بنیاد شدند، از برای عبادت الله سبحانه و تعالی بنیاد شدند و با الله کسی چیزی رو شریک قرار ندهید. لله یعنی مخصوص و خاص برای الله است، زیرا او سبحانه و تعالی سزاوار عبادت. فلا تدعو یعنی هرگز نخوانید، این نهی است، نهی از شرک. نه فرشته، نه پیامبر، نه ولی، نه بت، نه هیچ کسی نباید در دعا، در عبادت با الله سبحانه و تعالی شریک قرار داده شود. و در حدیث پیامبر فرمود الدعاء هو العباده. بدرسته که دعا این خود عبادت است. پس معنای آیه چنین است هیچ کس را با الله عبادت مکنید. و کلمه احد در این نکره از شکل برای عمومیت آمده است که تمام مخلوق را فرا میگیرد، خواه فرشته باشد، خواه پیامبر باشد، خواه هر کسی باشد. و این آیه کریمه دلالت میکند که هر نوع عبادت را در غیر الله صرف کردن این قطعا حرام است و شرک است و گمراهی و ضلالت و کفر است. و در اصل هر نوعی عبادت از برای غیر الله این ناجایز است و حرام است و هیچ گونه اله بودن نمیتواند و جز الله سبحانه و تعالی. پس هر کی عبادت رو به غیر الله روا نکند در شرک افتاده است، در یک گناه بزرگترین گناه افتاده است. پس تنها الله از برای عبادت انتخاب می شود، نه فرشته، نه پیامبر، نه ولی، هیچ کس سزاوار نیست. پس شرک آوردن گناه عظیم است و حرام است و او سبحانه و تعالی هرگز راضی نمی شود که در عبادت بر او کسی چیزی را تو شریک قرار بدهی. عبادت تنها با تمام انواعش از برای الله سر شود، به مثل دعا، قربانی، محبت، توکل، ترس و غیره از نوعهای عبادت که است تنها از برای الله سبحانه و تعالی باید صرفه گردد. حتی بزرگترین از مخلوقات مثل جبرائیل که ملائکه مقرب درگاه الله است، مثل محمد صلی الله علیه و سلم که یکی از بزرگترین پیامبران اولوالعزم است، حق عبادت رو ندارن. آنها خود الله را عبادت نکنن، آنها خود عابد هستند نه معبود. پس صرف کردن عبادت به غیر الله این شرک است و محرمات است، یکی از محرمات غلیظ میگن شدید است. پس این اصل دوم با ما تاکید میکنه که تنها الله معبود است، تنها مورد احترام و بزرگداشت این الله هست که قرار میگیرد با محبت. بارک الله فیکم. این اصل دوم. اما اصل سوم میفرماید که ان من اطاع الرسول و وحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله و رسوله ولو كان اقرب قریب. هر کس به الله، هر کس به رسول الله اطاعت کند، هر کس از رسول الله اطاعت کند و الله را با توحید یگانه بداند، یعنی تنها او را عبادت نماید، تمام نماهای عبادت از برای او صرف نماید، برای او جایز نیست که دوست با خود قرار بدهد که آن دوستان دشمنان الله باشند، مخالفت فرمان الله را نمایند، حتی اگر شخصان نزدیکترین بر او باشد. ان من اطاع، هر کسی که الله را اطاعت کرد، من در اینجا شرطی است، مرد و زن رو در بر میگیرد. اطاع الرسول شهادت میدهد که محمد صلی الله علیه و رسول الله است. هر کسی که شهادت میده که محمد رسول الله است، پس مقتضای این شهادت چیست؟ چی رو طلب میکند؟ و مقتضای شهادت این است که آن است که انسان در آن چی را که بر آن امر فرموده شده است اطاعت کند، خبرهای رسول را تصدیق نماید و از هر آنچه که نهی کرده است خود را باز دارد، دوری بجوید. و وحد الله یعنی شهادت بدهد که نیست معبود بر حق جز الله، یعنی الله را تنها و یگانه در عبادت قرار دهد. لا یجوز یعنی حرام است، جایز نیست، له بروی برای چنین شخص اطاعت کردن از غیر الله جایز نیست. بر شخص موحد جایز نیست که دوستی کند با کسی که مخالف امر الهی را انجام دهد یا که امر رسولش را. موالات من حد الله، موالات یعنی محبت، دوستی، دوستی شدن، پیروی کردن، موافقت نمودن با او، این جایز نیست. موالات من حد الله و رسوله، هر قریب و نزدیک و هم دور را در بر میگیرد. حد الله و رسوله
کلمه محاده یعنی مخالفت من هر کس که امر الهی رو مخالفت می‌نماید ضد امر الهی است، با وی البته که دوستی کردن جایز نیست. کسی که الله و رسولش رو مخالفت می‌نماید باید در یک طرف قرار بگیرد و تو در یک طرف قرار بگیری. و در کجای میخواد قرار بگیرد، اما در طرف و خویای دین باشی، با الله باشی. ولو کان اقرب قریب میفرمین مؤلف، حتی اگر نزدیکترین شخصش با او باشد که اگر که مخالفت امر الله و رسول الله را نمود، تو باید از او دوری بجویی. پس هر کسی که الله را با توحید بشناسد و رسول او را اطاعت نماید، هرگز نباید دوستی و محبت نسبت به کسانی که دشمنی به الله و رسول الله می‌نمایند بنمایند. بر آن جایز نیست. محبت با دوستی تنها با ایمان، با اهل ایمان است، با اهل توحید است. حتی اگر مخالف پدر باشد، برادر باشد، نزدیکترین کس باشد. یعنی ایمان با توحید این محبت خالص را از برای الله با اهل توحید کردن را جایز و روا می‌شمارد و مخالفان را نه. و دلیل این گفته‌ها قول الله سبحانه و تعالی است در سوره مجادله آیه 22 که می‌فرماید: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر تا آخر آیات. لا تجد، الله می‌فرماید ای پیامبر، ای رسول صلی الله علیه و سلم، ای رسول الله، تو نمیابی، این گونه انسان پیدا نمیکنی، یعنی هیچ وقت این گونه انسان پیدا نمیشود. چگونه انسان؟ اینجا نفی است، انکار کرده شده است. لا تجد قوما در جای نکیره هست، با صیغه نفی میگن اومده است، پس معنای عمومی دارد. یعنی قوم و قوم هیچ کسی از قوم هیچ از انسان تو نمیابی در هیچ وقت و زمانه. پس صفت آن قوم چی است؟ آنها رسول الله اطاعت فرمانداری میکنن، الله را میشناسن. برای همین گفت یؤمنون بالله والیوم الاخر، آنها ایمان به الله و روز آخرت، روز قیامت دارن. یوادون من حاد الله و رسوله، تو این گونه انسان را نمیابی که در یک مورد الله و رسول الله را دوست بدارن، دعوای محبت الله و رسول الله نمایند، باز با دشمنان الله دوستی نمایند. یعنی آنها دوستی نمیکنند با کسی که دشمن الله و دشمن رسول الله هست. پس دشمن الله و رسول الله این کافران هستند. جز کفار کسی بر الله و رسول الله دشمن نمیکند. ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، حتی اگر آن کافران پدرانشان باشد یا فرزندانشان باشد یا برادرانشان یا خویشاوندانشان، نزدیکان، اولئک کتب فی قلوبهم ایمان، آن کسانی که این کارو انجام نمیدهند، یعنی که دشمنان الله را دوست خود قرار نمیدهند، از دشمنان الله روی گردونن، اگر نزدیکترین انسانشان باشد، یعنی الله ایمان آنها را، دلهایشان را قوی میگرداند، ثابت میگرداند و استوار میگرداند. و ایدهم بروح من، یعنی الله آنها را قوت داده است، آنها را با دلیل، با نور، با هدایت قوت بخشیده است. در تفسیر این قول الله سبحانه بروح من، با روح از جانبش، گفتن که روح معنیش نصرت است، یاری است، گفتن قرآن است، گفتن ایمان است، گفتن رحمت است، گفتن جبرائیل است، همش به معنی نصرت است. پس هر کسی که دشمنان الله را دوست خود قرار نداد، با دشمنان الله دشمنی کرد، اگر چند نزدیکانشان باشد هم، البته که نصرت الله بر بالای وی میآید. و یدخلهم جنات، با این بسندگی نیست، باز الله سبحانه و تعالی آنها را، آن کسانی که دشمنان الله را دشمن قرار دادن، دشمن دانستن، آنها را به بهشت‌های جای می‌دهد. جنت جمع است، یعنی بهشت‌های گوناگون، نه تنها یک بهشت. تجری من تحتها الانهار، که از زیر این بهشت‌ها، از زیر درختان این بهشت‌ها، از زیر این قصرها جوی‌ها و دریاها جاری می‌شود. خالدین فیها، که در این بهشت‌ها جاودانه و باقی می‌مانند. این تأکید است، تأکید نعمتی که الله برای این طایفه در آنجا نصیب روزی میگردند. رضی الله عنهم، الله از آنها راضی شده است با سبب اطاعتشون در این دنیا از الله و رسول الله. و رضوا عن، آنها از الله راضی شدند با سبب وارد کردن الله آنها را با اطاعتشان بهشت. اولئک حزب الله، الله فرمود، یعنی آنها جندی الله هستند، حزب الله هستند، یاری رسان الله هستند، دوست دارنده الله هستند. حزب یعنی گروهی که جمع شدن، یا گروهی که جمع شدن این را حزب میگن. آنها به حق جمع شدن، نه به باطل، چون حزب‌های باطل خیلی زیاد است. حتی حزب‌های اسلامی هم حزب‌های باطل خیلی زیاد است. اما حزب حقیقی این حزب الله است که بر حق جمع شدن، آنهایی که در راه الله و راه رسول الله صلی الله علیه و سلم را راست قولانه، راست قولمند گرفتن، پیشه کردن و استوار در آنجا قرار گرفتن. الا ان حزب الله هم المفلحون، یعنی آگاه باشد رستگاری حقیقی کسانی هستند که آنها حزب الله هستند. مفلحون از جمع مفلح است، یعنی فلاح، نجات و پیروزی و کامیابی برای آنهاست. این آیه کریمه علمای تفسیر می‌فرمایند که اساسی براءت، یعنی بیزاری از کفار
و اولیا و کسانی که کفار را دوست گرفتن میباشد، حتی اگر نزدیکترین خویشاوندان باشند. و سپس فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم، سوره مائده آیه 51. هر کسی از شما اگر آنها را دوست بگیرد کافران را از آنها شمرده می شود. و این محبت و دوستی و یاری رسانی کفار می تواند ارتداد مرتد شدن و از اسلام روی گرداندن هم باشد. پس این آیه کریمه نشان می‌دهد که ایمانی حقیقی با محبت و دوستی با دوستان الله و دشمنی با دشمنان الله سبحانه و تعالی قرار میگیرد. و این آیه کریمه نشان می‌دهد که ایمانی حقیقی با محبت و دوستی با دشمنان الله و رسول الله یک جا شده نمیتواند. و شخص مؤمن دوستی را تنها با الله، از برای الله، از برای رسول الله با اهل ایمان میکند. اگر هر کسی که دوستی و پیروی رو از اهل کفار کند، در آیه که سوره مائده آیه 51 که خواندیم و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی که از آن با آنها دوستی کند از زمره آنها قرار میگیرد. تاکید شده است که چنین شخص از آنها حساب می شود و این می تواند باعث کفر و ردت قرار بگیرد. پس ایمان تنها یک کلمه نیست، بلکه باید در محبت، در دوستداری و در دشمنی با کافران همراه عمل ظاهر گردد. مؤمن حقیقی کسی است که محبت برای الله می کند، نفرتش از برای الله است، دوستی از برای الله است و دشمنیش برای الله است. الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الايمان. ای مؤمنان، سوره توبه آیه 23. ای مؤمنان، اگر پدران یا برادرانتان کفر را از ایمان بیشتر دوست دارند، آنها را دوست و همپیمان نگیرید، با آنها دوستی نکنید. پس معنی محبت با دشمنان الله، هر کس که با پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت میکند و الله را یگانه میشمارد، بر او حرام است که دوستی نماید با دشمنان الله، آنها را دوست بگیرد. پس موالات، معنی موالات نه تنها دوستی است، بلکه معنی محبت، پیروی، اطاعت، اتحاد و قانع شدن با راه و روش آنان را نیز در بر میگیرد. منافقان با همین امر فاش میشدند. دوستی با کافران با همین امر منافقان فاش میشدند، چون آنها ظاهر اسلام را قبول کرده بودند ولیکن با کفار دست داشتند. پس حقیقت دوستی در اسلام این محبت و دوستی با اهل ایمان، با اهل توحید است. بیزاری و براءت از اهل شرک و کفر است. پس قرابت، نزدیکی، خویشاوندی در اینجا عذر نیست. حتی اگر دشمن خیش نزدیک هم باشد، دشمن الله ولو کان اقرب قریب گفت، گرچه نزدیکترین قرابت باشد، تأکید میکند که ایمان از خویش تباری بالاتر است. توحید و اسلام از خویش و تباری رابطه‌اش قوی‌تر است و توحید بنده کامل نمیشد مگر با این دو رکن، محبت با اهل ایمان و اهل توحید، بیزاری و دشمنی با اهل شرک و مشرکین. این رو معنای الولا و البرا میگویند که این از لازمی های توحید به شمار می رود. پروردگارا ما را از اهل توحید، از اهل محبت بر اهل توحید و ایمان قرار بده و پروردگارا بر ما توفیق بده که اهل عداوت حقیقی برای اهل شرک قرار بگیریم. پس اصل سوم ما را وادار میکنه که توحید تنها با محبت به اهل ایمان است و بیزاری از اهل شرک کامل میگردد. پروردگار ما را از اهل توحید قرار بده و از اهل کفر و شرک و ضلالت ما را نگاه بدار. محبت اهل ایمان و عداوت دشمنی اهل شرک، پس این است آن علامتی که اگر انسان موالات کامل، دوستی کامل با اهل کفر داشته باشد، می تواند انسان را از دایره اسلام خارج نماید، با دینشون راضی شود، آنها را با دین مسلمانان کمک نماید، خبرهای مسلمانان را پیگیری کرده به آنها بدهد، به درستی که این کفر صریح میگردد. پس این آیه مبارک برای ما درس میدهد که ایمانی حقیقی بر ولایی که دوستی که با اهل توحید، با الله، با اهل توحید، با رسول الله اساس میفته است و براءت با از اهل کفر و ضلالت اگرچه نزدیکترین شخص باشد. پروردگار ما را از اهل حزب الله، حزب خودت قرار بده و پناه میبریم از حزب شیاطین شدن، چون که حزب شیطان ها امروزها خیلی زیاد شده هستند. با خودشون زینت میدن حزب های اسلامی میگویند از تمام نوعهای حزب پرهیزگاری نمایید. تمام نوعهای حزب، هر کسی که خود را حزب نامید و پرتیه کرد بدونه که وای در راه ضلالت است، از اون فرار نمایید. پس در آخر ایمان تنها کلمه نبوده است، بلکه باید با محبت و دوستداری و دشمنی همراه عمل ظاهر میگردد. پس مؤمن واقعی کسی که محبتش برای الله باشد، نفرتش برای الله باشد، پیرویش از الله باشد و روی گردن از اهل شرک، از اهل ضلالت باشد. بارک الله فیکم. و قول مؤلف در اینجا که فرمود در مقدمه سوم: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنیفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین.
بدون اعلام بدون الله تو را با اطاعتش هدایت نماید، اطاعت کند، باز دعا نماید. اینکه حنیفیه دین ابراهیم است و حنیف این است که تنها الله را عبادت کنی، خالصانه دینش را برای او انجام بدهی. کلمه اعلام چون که بیان کردیم امر است برای حاصل کردن علم، یعنی امر برای دریافت علم است، یعنی هوشیار و آماده باش تا فهم و یقین قبول کنی هر چه که بر تو از این علم بیان میگردد. گویا میگوید که با دقت و محکم بشنو، علم بزرگی به تو میرسد بدون که الله سبحانه و تعالی تو را به سوی اطاعتش راهنمایی کند. این عبارت امر به آن است که علم را طلب کنی و تو فهم کنی و با یقین بدونی که چی باید کرد. ارشدک الله لطاعته، ارشدک از ریشه رشد است که معنای هدایت به حق و کامیابی و فلاح و نجات و رستگاری می باشد. مقابل غی است. غی گمراهی ضلالت را میگویند. یعنی الله تو را به راه راست راهنمایی کند و هدایت نماید و فلاح و کامیابی و نجات را برای تو نصیب روزی بگرداند. ابن قیم رحمه الله تعالی در مفتاح دار السعاده میگوید که الرشد هدایت و فلاح است. رشد این هدایت و فلاح است، نجات و بردباری است. پس معنا الله تو را به سوی راه راست، به سوی راه راست و استقامت هدایت و راهنمایی کند، تو را توفیق بدهد و تو را در این راه ثابت بگرداند. الله میفرماید اولئک هم الراشدون، آنها رستگاران و راست روان هستند، یعنی پیامبران، کسانی که راه حق را استوارانه گرفتند. ارشدک الله لطاعته، از برای اطاعتش تو را راهنمایی کند، به سوی اطاعتش راهنمایی کند، به سوی اطاعت خودش. اطاعت موافقت نمودن امر شریعت است. هر کار، هر عملی که امر شریعت موافقت می‌نماید این اطاعت است. اجرای آنچه که امر کرده است و ترک آنچه که ما را از آن باز داشته است. و بسیاری از علما گفتند که اطاعت همان معنای عبادت است و عبادت باشد یک اسم است که همه کارها و گفتارهای ظاهر و باطن را در بر میگیرد که الله آن را دوست می‌دارد و پسندش است. و شیخ الاسلام در موضوع معنای اطاعت گفتند که اطاعت همان معنای عبادت است و فرمودند که اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، یک اسم جامع است هر آنچه که الله آن را دوست می‌دارد و از آن راضی است، چی گفتار باشد، چی عمل باشد، چی ظاهر و چی پنهان باشد، و اطاعت است. پس اطاعت به معنای موافقت فرمان الله و بازداشتن از نهی او است، یعنی اجرای آنچه که الله با تو امر کرده است و ترک آنچه که تو را از آن باز داشته است. پس علما گفتن که اطاعت خود معنای این عبادت است. گفت اعلم ارشدک الله لطاعته، بدون که الله تو را با سوی اطاعت و فرمانبرداریش راهنمایی کند، ان الحنیفیه ملت ابراهیم، گفت اینکه حنیف ملت ابراهیم است. در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی به دین و منهج ابراهیم علیه السلام اشاره میکند، یعنی بدون که حقیقت حنیفیه یعنی دین حقیقی این دین ابراهیم علیه السلام است. کلمه ان الحنیفیه ان در اینجا به معنای تاکید است. حنیفیه، حنیف از جهت لغوی معنایش مایل کردن است، یعنی روی گرداندن از همه گونه شرک و کفر و روی آوردن به خالصانه به سوی توحید. الله میفرماید قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملت ابراهیم حنیف. بگو پروردگار ما را به راه راست هدایت کرده، دین استوار، دین ابراهیم، دین حنیف و ما کان من المشرکین، و ابراهیم از جمله مشرکان نبود. سوره انعام آیه 61. پس ملت ابراهیم، ملت به معنای شریعت، راه، روش و منهج ابراهیم، یعنی دین ابراهیم. الله میفرماید قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، بگو الله راست گفت، پس پیروی کنید از ملت، از دین ابراهیم که دین حنیف است. و نیز الله میفرماید که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بود، بلکه او حنیف و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. از اینجا معلوم میشود که حقیقت ملت ابراهیم توحید و اخلاص برای الله است، نه ایدئای دروغین قریش یا یهود و نصارا و هر کسی که دعوای اسلام میکند. پس آنها از ملت ابراهیم نیستند. مؤلف در تاکید میگوید که ای خواننده بدون و هشدار و تیار باش، راهی که باید بر آن بروی این راه حنیفیه است، راه ابراهیم است. یعنی تنها الله را عبادت بکن، خالصانه مخلصانه برای او و اطاعت فرمانبرداری پیروی از او را بنما. و اینجا فرمود که اعلم ارشدک الله لطاعت ان الحنیفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله مخلصا له الدین، بدون الله تو را با اطاعتش هدایت کند. حنیفیه دین راستین، دین ابراهیم است که تنها الله را عبادت کنی و از غیر الله روی بیاری. ارشدک الله لطاعته، الله تو را به سوی اطاعتش راهنمایی کند.
توفیقت بدهد، استقامتت بدهد، نجاتت بدهد از گمراهی ها. چگونه که الله میفرماید و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که رسول را اطاعت کرد بدانست که الله را اطاعت کرده است. و میفرماید و ما یطیع الله و رسول فقط فاز فوزا عظیما، هر کسی که الله و رسول الله را اطاعت نماید بدرستی که به یک کامیابی بزرگ نائل شده است. پس ان الحنیفیه ملت ابراهیم، ان گفتیم تاکید است. حنیف، اصل حنیف به معنای میل است، میل کردن، اما نه هر میل کردنی. ابن قیم رحمه الله تعالی گفته است حنیف کسی است که از شرک روی میگرداند و به توحید استوار می شود. مستقیم و استوار در اسلام بودن، رو به سوی اسلام و توحید آوردن و روی گردون کردن از هر گونه شرک و کفر. با باطن با ظاهر به سوی الله روی آوردن، با باطن با ظاهر از غیر الله روی گردانیدن. بارک الله فیکم. ملت ابراهیم گفت یعنی شریعت، راه و منهج دین ابراهیم. چون الله میفرماید که قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم، بگو الله راست گفت شما از ملت ابراهیم پیروی نمایید. و اتخذ الله ابراهیم خلیل، الله ابراهیم را خلیل، دوست و دوستی بسیار نزدیک خود قرار داد. او پدر پیامبران است، یکی از اولوالعزم رسولان است و حال ابراهیم علیه السلام یکی از نمونه های کامل توحید به سوی آن راهنمایی کردن. این آیه ها رد دعوای کسانی که خود را ملت ابراهیم میگیرند، خود را مسلمان میگیرند است. در زمان پیامبر بسیاری قوم ها، قریشی ها، یهودی ها، نصرانی ها ادعا میکنند که ما در ملت ابراهیم هستیم و الله رد بر آنها کرد. گفت ما کان ابراهیم یهودیان، ابراهیم یهودی نبود، ولا نصرانی و نصرانی نبود، ولیکن کان حنیفا، حنیف بود، مسلمان بود و از مشرکین نبود. پس ملت ابراهیم این توحید است، خالصانه بدون شرک. پس حنیفیت این رویگردانی از هر گونه شرک و به سوی توحید. ملت ابراهیم این دین حق است، دین برگزیده است، یعنی دین اسلام است، با تمام شناسایی با توحید و اطاعت فرمانبرداری از الله. هر کسی که ادعای ملت ابراهیم میکند، ادعای اسلام نماید و که ولی شرک میارد و کفر و عملهای کفر انجام میدهد و در ادعا کردنش دروغین است، دروغ گفته است. چون الله فرمود که شما از ابراهیم علیه السلام ملت حنیف است، از او پیروی نمایید. پس راه نجات این راه حنیف است، راه توحید است که توحید نیز کننده شرک است. پس موحد واقعی، اهل توحید واقعی کسی است که از ملت ابراهیم به کلی اطاعت فرمانبرداری میکند، تنها الله را عبادت مینماید و از عبادت غیر الله روی گردان است. پروردگار ما را از اهل حنیف قرار بده. ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، گفت که تنها الله را عبادت کنی خالصانه و مخلصانه. ان تعبد الله، این بیان تفسیر واقعی از ملت ابراهیم علیه السلام است. عبادت کردن تنها از برای الله، عبادت تنها از برای الله قرار بدهی و عبادت با دو رکن اساسی اعتبار داده می شود. عبادت الله یگانه، تنها تمام نوعهای عبادت از برای او قرار بدهی که مؤلف در آینده باز در بعدی باز نوعهای عبادت برای ما بیان می‌نماید. و ترک عبادت نمایی، هر نوع عبادت از برای غیر الله کنی. پس عبادت بدون اخلاص پذیرفته نمی‌شود. عبادت با آمیختگی با شرک پذیرفته نمی‌شود. عبادت بدون توحید پذیرفته نمی‌شود. پس عبادت باید با اخلاص سپس توحید باشد. پس گفتیم که معنای عبادت این خاری و فروتنی است و در شریعت یک اسم جامع است که برای هر آن عمل و گفتار ظاهری و باطنی که الله آن را دوست می‌دارد و از آن راضی می‌شود است. پس این اشاره به تمام نوعهای عبادت رو در بر میگیرد: دعا، محبت، توکل، سوگند، قسم خوردن، قربانی، سجده، نماز، ذکر، رکوع، هر نوع دیگری. مخلص الله الدین گفت خالصانه، یعنی دین رو خالصانه از برای او قرار دادن. لهو، یعنی اختصاص خاصی او قرار بدهی، نه خاص کسی دیگری. یعنی تمام دین باید از برای الله قرار بگیرد، نه از برای کسی دیگری. دین مخلص الله الدین، یعنی خالصانه عمل رو از برای او انجام بدهی. مخلص الله العباده میگن در تفسیر این، که دین به معنای عبادت، تمام عبادت‌ها رو باید از برای الله قرار بدهی. مخلص الله الدین، تمام عبادت‌های ظاهری و باطنی، قلبی و جسمی از برای الله قرار بگیرد. عبادت‌های قلبی، محبت، ترس، توکل، زبانی، دعا، ذکر، قرائت، یا که با عضوها نماز، رکوع، سجده، حج، جهاد، همین از برای الله قرار بگیرد. الله می‌فرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، هیچ امر بر مردم داده نشد مگر اینکه الله را عبادت کنند با اخلاص، برای او دین را پاک نمایند، حنیف باشند. سوره بینه آیه 5. پس حنیفیت این توحید است، یعنی که خالص ساختن قلب و تمام نوعهای عبادت از هر گونه نوع شرک و روی آوردن کاملی کلی به سوی توحید، جمع نمودن تمام عبادت از برای الله و ترک کلی تمام نوعهای عبادت از برای غیر الله، از برای غیر الله. تنها الله عبادت شد با اخلاص، تنها برای او، از شرک روی گردان باشد. عبادت که بر قلب، با زمان، با اعمال، با اخلاص انجام داده شود، با محبت، با صدق و محبت. این است مسائلی که انسان سه مسئله که انسان باید از این با خبر شود. هرگز از این سه مسئله بی خبر نماند، چون بی خبری از این سه مسئله سبب هلاکت انسان میگردد.
ҳалокати инсон дар бехабарӣ аз ин се масъала аст. биомӯзед ва бифаҳмед ва дарк намоед ва амал кунед. дар ҳамин ҷо мо дарсро ба итмом мерасонем. агар ки зиндаву саломат бошед, дарси дигар биизниллаҳи таъала мо бузургтарин чизе ки Аллоҳ бар мо амр кардааст ки ин тавҳид аст, дар қисматҳои ин суҳбат менамоем ва бузургтарин чизе ки Аллоҳ моро аз он наҳй кардагӣ аст ки ин ширк аст, дар ин қисмат ҳам суҳбат менамоем ва дарсро биизниллаҳи таъала бо фазли Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала бо раҳмати ӯ бо кӯмаки ӯ идома медиҳем. ва дар ин ҷо дарсро ба итмом мерасонем. субҳанака аллоҳумма бихамдика ашҳаду ан ла илаҳа илля анта астағфирука ва атубу илайх.